مثلا معلوم هست دقیقاً کدوم هستی موقع شب؟ مگه قرار نبود مثلا برسونی؟ استاد ثبتی ما ضبطه، ببخشید. چجوری در زبان انگلیسی یک کم عصبانی بشیم و حرفایی رو بزنیم که باید بزنیم؟ با من همراه باشید. همیشه که قرار نیست در زبان انگلیسی مؤدبانه صحبت کنیم، همیشه که قرار نیست اصلا در مکالماتمون مؤدب و محترم باشیم. یه جایی نیاز عصبانی بشیم، یه جایی عصبانیمون میکنن، یه جایی هم دیگه نمیشه مؤدب بود. ساعت 9 شب باهاش قرار داشتم، الان ساعت 10 شبه. دیگه من اینجا نباید بهش بگم که Where are you my dear؟ اینجا بهش میگم Where the hell are you؟ عبارت hell که تحت لفظی به معنی جهنم هست نشون دهنده عصبانیته. البته عصبانیت و تعجب، اما بیشتر برای عصبانیت استفاده میشه، مخصوصا در WH word ها. مثلا میگم Where the hell are you؟ مثلا تو فارسی بگیم کدوم گوری هستی، یا مثلا بگم که Who the hell is he؟ کیه الان؟ یا الان ساعت 2 ظهر تابستون جمعه خوابیدم، یه نفر میاد دین 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 در خونمون میزنه. اونجا قشنگ جای عصبانیته که بگم Who the hell is he یا Who the hell is that. یا یهو تو فیلم ها و سریال ها زیاد دیدین که طرف مثلا یه اتفاقی میفته، یه چیزی میبینه که خیلی عصبانی میشه، یهو یه تصادفی میکنه، یه صدای وحشتناکی میگه What the hell is it؟ What the hell is it؟ ببین نمیتونیم ترجمهش کنیم چه کوفتیه، چه مثلا زهرماریه، چه نشون دهنده عصبانیت و خیلی وقتا تعجبه. خیلی وقتا در محاوره مثلا دوست خیلی صمیمی من رفته یه جایی یه عکسی گرفته، منظره واو، اصلا واو، بهشته، اصلا باورم نمیشه که چنین جایی رو زمین وجود داره. اینجا بهش میگم واو where the hell are you؟ ببین آره این هل نشون دهنده عصبانیت و یه جاهای تعجبه. اگه یه خورده عصبانی تر شدین و یه خورده خواستین بی‌ادب تر باشین، اینجا به جای هل از اون F word معروف استفاده میکنیم، میگیم where the are you؟ میگیم که what the is that؟ ببین به همین راحتی میشه خوشگل در زبان انگلیسی عصبانی شد و این با خیلی از WH های دیگه میتونه استفاده بشه. این پست تنها پستیه که ازتون خواهش میکنم کامنت نذارید، مثال ننویسین، چون ویدیومون ممکنه ریپورت بشه. مواظب خودتون باشید، امیدوارم که هیچ وقت عصبانی نشید. خدا نگهدارتون. IELTS میکس، متفاوت ترین آکادمی آنلاین زبانهای خارجی در ایران، یک بار برای همیشه در کنار شما هستیم.